بسم الله الرحمن الرحیم. آیا می دانید که فضیلت حج آنقدر بزرگ است که انسان را از گناه پاک برمیگرداند؟ بیایید که این فضیلت را بشناسیم. از ابو هریره رضی الله تعالی عنه روایت است که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند: کسی که حج برود و در حج نی جماع کند و نی سخنان را بزند که منجر و مبتلا شدن به جماع را دارد، یعنی اینطور گپها را نزنند که آن گپها منجر به جماع شود، و همین طور از گناه هم پرهیز کند و کارهای خلاف شریعت را انجام ندهد، آن کس از گناه آن طور پاک می شود همانند روزی که از مادرش متولد شده باشد. پیام حدیث این است که حج تنها سفر نیست، بلکه یک عبادت روحانی است و فضیلت و اجر این حج برای شخص او وقت داده می شود وقتی که این نفر و این شخص حج را به دستور شریعت انجام داده باشد و دیگه که امی حج ادا کرده باشد با اخلاص و به رضای خداوند جل جلاله انجام داده باشد، آن وقت این اجر و فضیلت به آن شخص داده می شود. و اگر نیتش خالص رضای خداوند نباشد، به ریا و سمعت باشد، او وقت الله تبارک و تعالی این اجر به این شخص نمیدهد. او وقت این اجر را میدهد که با خالص رضای خداوند باشد و به دستور شریعت مطابق شریعت اعمال را انجام دهد. آن وقت خداوند کریم آن اجر را به شخص میدهد.